بریم آموزش این فید رو با هم ببینیم. خب با تریمر اول دامنه پایین رو میندازیم. حالا نوبت میرسه به دامنه بالا. با شماره 6 میل لاین بالا رو شکل میدیم. شماره 6 میل تو این لاین موازی حرکت میکنه و هرچی به سمت پایین میایم جمع میشه. فقط موقع شیور زدن خیلی به خط تریمر نزدیک نشید. گارد ماشین رو باز میکنیم. با شماره 1 میل موازی تریمر یه لاین دیگه میندازیم اندازه 1 سانتی. بعد گارد ماشین رو تا نیمه تقریبا باز میکنیم. میایم این خطی که به وجود اومده رو از بین میبریم. بعد با شماره 3 میل میایم لاین 1 میلی که به وجود اومده رو از بین میبریم. از گوشه حرکت میکنه و به سمت بالا میاد، یه مقدار باز میشه با گوشه ماشین. با شماره 1.5 میل این لاینی که هستش رو دقیقا روی خود 1 میل رو سبک میکنیم. حالا با گوشه ماشین شروع میکنیم به لکه گیری کردن.